الله على محمد و آله الطاهرین عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. این جلسه دو آیه از سوره بقره رو با هم مرور میکنیم و نکات اون رو متذکر میشیم. آیه 152 و 153 سوره مبارکه بقره. خداوند در این دو آیه میفرماید اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. خب دو تا نکته در این آیه هست. نکته اول فذکرونی یعنی یاد من بکنید، به یاد من باشید. اگر این کارو بکنید اذکرکم، منم به یاد شما. خب ما چجور میتونیم به یاد خدا باشیم؟ ذکر خدا چیه که خدا میگه ذکر کنید منو؟ خب ذکر یعنی یاد خدا. هر چیزی که یاد خدا باشه ذکر خداست. بالاترین ذکر خدا تو خود قرآن اومده. قرآن خودش ان هو الا ذکرون، خود قرآن ذکر خداست، یاد خداست. قرآن خودش ذکره. ذکر اهل بیت علیهم السلام ذکر خدا حساب میشه. اذکار خدا همه اینها یاد خداست. ولی این یاد خدا بودن فقط به زبان نیست. ذکر سه جور داریم. گاهی اوقات یک نفر فقط ذکر زبانی داره، یعنی فقط زبونش داره قرآن میخونه، زبونش داره ذکر میگه. مرحله بالاتر ذکر قلبیه، یعنی آدم قلبش هم به یاد خدا باشه، واقعا به یاد خدا باشه، دلش با خدا یکی باشه. از اون بالاتر ذکر عملیه، یعنی اینکه آدم عملش، کردارش، رفتار باشه که خدا بپسنده. بالاترین ذکر در عمله. خب اگر کسی واقعا به یاد خدا باشه، خدا رو ذکر کنه در زبانش، در دلش، در عملش، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خدا همون رو یاد میکنه. خب خدا مگه میشه کسی رو یاد نکنه؟ خدا که فراموشی نعوذ بالله ندارن. پس یاد کردن خدا، فراموش کردن خدا به چه معناست؟ به معنای اینه که اگه خدا کسی رو یاد کرد یعنی دست او رو میگیره، هدایتش میکنه، کمکش میکنه. پس اگه ما خدا رو یاد کنیم، خدا به یاد ما هست، یعنی هوای ما رو داره. این نکته اول. نکته دوم واشکروا لی، شکر خدا رو بکنیم. خداوند در آیه دیگه فرموده است لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکرگزار من باشید من نعمت بیشتری به شما خواهم داد. هر چقدر که شکر خدا بکنیم خدا نعمت بیشتری بهمون میده. و بدونیم ما هیچ وقت نمیتونیم اونقدری که خدا به ما نعمت داده شکرگزارش باشیم. اصلا نعمتهای خدا رو نمیتونیم حتی به ذهن بیاریم انقدر که زیاده. خب شکرم همینه. شکر گاهی اوقات اینه که میگیم الحمدلله رب العالمین، خیلی خوبه. ولی شکر بالاتر اینه که رفتارمون رفتاری باشه که خدا بپسنده. اگه مثلا بهمون یه مالی دادن، اون مال رو در راه خدا مصرف کنیم. اگه بهمون علم دادن، علممون رو در راه خدا صرف کنیم. اگه بهمون آبرو دادن، هر چی دادن تو راه خدا مصرف کنیم. پس واشکروا لی ولا تکفرون، کفر نعمت از کفت بیرون کند. مواظب باشیم کفر نعمت نکنیم. نکته بعدی که در آیه بعد خداوند بهش تذکر میده این است یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. از صبر کمک بگیرید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن صبر مثل سر میمونه به بدن. اگه کسی تو کاراش صبر نداشته باشه مثل یه آدمی میمونه که سرش بریده شده باشه. چطور دیگه زنده نمیمونه؟ کاری هم که توش صبر نباشه هیچ وقت به سرانجام نمیرسه. گر صبر کنی ز قور حلوا سازی، باید آدم صبر بکنه که کارش پیش بره. خب صبر گاهی اوقات در اطاعت خداست. خب خدا گفته نماز بخون، حج برو، روزه بگیر. خب بعضی وقتا سخته، آدم باید صبر کنه تا بتونه انجام بده. گاهی اوقات صبر در برابر گناهه. یه گناهی پیش میاد، مال حرومه، میخوای دروغ بگی، باید صبر کنی، مراقبت کنی این گناه رو انجام ندی. و سومین نوع صبر در بلا و مصیبته که بعض وقتا به آدم یه مصیبتی میرسه و آدم باید
صبر و تحمل بکنه و این رو بدونه که خدا همراه با صبر کنندگانه، یعنی هواشونو داره، به فکرشون هست و از اونها مراقبت میکنه. خداوند انشالله همه ما رو از کسایی قرار بده هم به یاد خدا باشیم، هم شکرگزار خدا باشیم، هم از صبر و نماز